اصلا کلمه قسمداره از کلمه عربی گرفته شده، معنای سوگند است. داره این صرف واژه تاجیکی است و همه اون نفرانی که در این دهه زندگی میکنن، همچون نفرانی که به این دولت و وطن صادق هستند، از پس دریافت رزق راضی همراضی خود هستند. لیکن متاسفانه بعد گذشت سالها از این دهه یک نفر پیدا شد که قسم زده شد. این کس مودین کبیری هست که به نام دولت و وطن اسناد آورد. از گفته کهنسالان پیرانی کهن این دیار برمیآید که وقتی که در خاندان گذشته این مردم اگر طفل تولید میشید، از این پسر پدر و بابایان سوگند قسم یاد میکردن که همین فرزند خود را در راه وطن دوستی و بر راه خدمت کردن با دیار و ملت خود تربیت می نمایند. متاسفانه از این دیار افراد برآمد که با مثل محیدین کبیری با همین قسم خورده بابایان خود را شکستند و با دیار ملت خود خیانت کردند.